میدونستین زکریای رازی تو اواخر عمرش به خاطر اعتقاداتش بارها تو دادگاه محاکمه شد؟ مسئله ناراحت کننده اینه که میگن تو این محاکمه ها اونقدر کتابهاش رو به سرش کوبیدن که بیناییش رو از دست داد و نابینا از دنیا رفت. میگن یه بار یکی از شاگرداش بهش گفت شما بدتر از این مرض رو معالجه کردید، چرا خودتون رو معالجه نمی‌کنید؟ رازی گفت بینا بشم که چی رو ببینم؟ سیاهی، جهل، قدرت فاسد یا روزگار سخت مردم رو. همون کور باشم کمتر زجر میکشم. جالبه بدونین که رازی جز معدود انسانهای تاریخه که لقب همه چیزدان رو داره، چون پزشک، شیمیدان، فیلسوف، کیهانشناس، منطقدان و ریاضیدان بود. رازی کاشف الکل، جوهر گوگرد، اسید سولفوریک و نفت سفید هم هست. نظرتون در مورد زندگی زکریای رازی چیه؟ اگه این پست رو دوست داشتی لایک رو بکوب و پیج محبوب تاریخ ایران رو لطفاً دنبال کن.